این شکلیه دیگه، تو خیابون آدمو میزنن اینجوری میکنن، بعدش هم دستت به هیچ جا من نیست. ببین من تو دادگاه میبینمت حروم زاده مادر جنده، حالا متوجه میشی کسکش، میفهمی یا نه؟ جنده آشغال. سلام بچه ها، میخواستم بگم که مرسی که اینقدر نگران منی. من نیمرخ چیز میدم به خاطر که این برم زیاد وضعیت جالبی نداره، به خاطر همین سعی میکنم نیمرخ صحبت کنم. مثلا اتفاقا مهمی نیفتاد، من عصبانی شدم اون استوری رو گذاشتم و اینکه خیلی بیشتر برام به یاد موندنی شد، به خاطر اینکه دقیقاً اون جلده‌ای که باش دعوا کردم امروز تولدش، فهمیدم که چقدر برگشته بوده، مثلا اینکه پشت سرم حرف زده بوده، فهمیدم چقدر خرابه. دیگه دعوام شد باش.